سلام بچه‌ها، امروز می‌خوایم کل لوازم ورزشی تو آلمان رو چک کنیم توی یه مجموعه. برو بریم. شماره 1 اینجا بدنسازی و ایناست و تناب و اینطور چیزا. اینجا هم بچه‌ها بخشی از تنیس و ایناست، تنیس روی میز ولی نیست، پینگ پونگ. بچه‌ها من خودم اومدم دنبال کفش فوتسال ولی اینجا هم توپ آمریکاییه. فوتبال یاسین. اینجا هم بخش پر از تنیس، پینگ پونگ، توپای تنیس و کلی مسائل. این هم که شما میبینید از اوناییه که میشه هر جا باهاش تنیس بازی کرد، اینطوری بسته میشه و باز میشه. این هم که کلی از تنیس و اینا. بدترین تنیس اینه، 1 یورو هم حتی نمیارزه. اینجا هم که بچه‌ها کفش ورزشی و ایناست. این هم توپ جام جهانیه اونجاست و آره بچه‌ها برای خودم انتخاب کردم، بسیار خوشگل و عالی، بسیار. این برای خودمه که میخوایم برداریم. اینم استوک ریزه. بچه‌ها اینم بخش دوچرخه برقی. این جای بچه است بچه‌ها، جای دوچرخه برقی و اینجا هم اسکیت و وای که کلاه دوچرخه. بچه‌ها اینجا هم که دوچرخه و اینطور مسائل و پر از دوچرخه های بهترین، قشنگترین، بدبخت‌ترین. آره بچه‌ها داشتم ودا یا حسین کفش دوچرخه سواری، کفش دوچرخه سواری من نمیتونم تحمل کنم، نمیتونم. اینجا هم دستکش دوچرخه سواری و این مسائل و دکبک و بکبکه. اون زوزامن کوکست هیا، کوک هیا، کوک ویس داس. بچه اینم ترد میشه روشیم. الکی گفتم باباش کار نمیکنه. چیز سامن خدا بس بچه ها.